به پیج خاطر کیک خیلی خوش اومدید. برای درست کردن گل‌های ژلاتینی احتیاج داریم به شیر، خامه، ژلاتین، شکلات سفید. در ابتدا شیر و ژلاتین رو با همدیگه ترکیب می‌کنیم و اجازه میدیم که فومی شکل بشه. شکلات و خامه صبحانه رو جداگونه توی ماکروفر گرم می‌کنیم و بعد با همدیگه ترکیبش می‌کنیم. ژلاتین که فومی شکل شد اونو توی ماکروفر حرارت میدیم تا ذوب بشه و با ترکیب شکلات و خامه مخلوطش می‌کنیم و هم می‌زنیم. برای رنگ کردنش از رنگ‌های ژله‌ای استفاده می‌کنیم. نکات تکمیلی رو توی کپشن برات می‌نویسم. حالا وقتش رسیده که مواد رو توی قیف بریزید و مولدهاتون رو پر از مواد کنید و اجازه بدید که توی یخچال بمونه تا خودش رو بگیره و به همین راحتی یک عالمه گل‌های ژلاتینی زیبا داریم.